الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوجوی محترم، الحمدلله من فضل الله کتی اومدم مسجد قبا. مسجد قبا یکی از مسجدهایی که الله تعالی میگوید اسس علی التقوى من اول اليوم، یعنی بنیاد کرده شد از روز اول بالای تقوا. مسجدی که الله اختیار کرد تا که این مسجد انده الله خودش عبادت شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه مکرمه به مدینه اومدن، یکمین محله که داخل شدن این محله قبا بود. حتی هر روز علم رهبر برآمده اهل مدینه پویده میشتن که رسول الله میبیفته. یک روز یک یهودی میگن بالای بامش برآمد که دو شخص اومد از ناشناس، تمام اهل مدینه اعلان کرد که اون انسانی که پویدهش تید اومد گفته. همشون دنبر زنان برآمده رسول الله یک چهره خوشکتی، یک نظم خانی که پیشواز گرفتن، خرسنش دن آمدن رسول الله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده یکم جایی که جا شدن این همونجا محله قبا بود، یکم کاری که کردن مسجد ساختن. این مسجد قبا یکمین مسجدی که روی زمین برای مسلمان ها ساخته شدگی. تاریخ اسلام ده یکمین مسجدی که ساخته شدگی این مسجد قبا. و الله تعالی گفت بالای تقوا ساخته شدگی. یگان غرضی چطاق نبودگی اینجا، یگان نیت نبودگی، فقط نیت الله با عبادت کردن و جماعت شدن نماز خواندن به این مسجد ساختگی رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه مهاجره انصارا کتی. بعضی علما ها میگن 14 روز همجا جماعت کرده خواندن، بعضی ها میگن روز دوشنبه اومدن تا روز جمعه همجا شده جمعه برآمده برفتن میگن. همجا 4 روز نماز با جماعت صحابه کت خواندن. و در فضیلت این مسجد من شما چوا اومدم اینجا برای تاریخ کمتر، یعنی مختصرا گفتم هم بخار شدن. دیگه‌اش یک زن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد. ای رسول الله گفت بی محرم یعنی حج کردن رسول مشقت بود. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثش نگه کدام زنی که بی محرم از 3 روزه سفر زیاد میبرد، یعنی ممکن نگفتن همین چیز، همین خیلی معنونده. ایماندار آدم این کارا نمیکرد گفتن. حاضر علما ها رخصت دادن حج کردن عمره کردن بی محرم، چون که میگن زنها گروپش جدا، اتوبوسند جدا، سمالیاتند جدا، مهمانخانند جدا، بیمار شود شوکر دختر های وفات کند کفن کدامت یعنی زنک و شرایط های همین چیزای دیده برمده از رخصت دادن. اولا رسول قیم بود رهانده 7 روز 8 روز مدینه مکه می رفتن. زنهای تنها قیم بود. همون زن اومد رسول الله پرسید که رسول الله گفت منم میخوام عمره کنم. گفت من دیگه ها گجام کم، من پدرم وفات کرده. گفت شوهرم نیست، فرزندم نیست که من حج برات محرم شده. گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن، یعنی حدیث هم با مسجد قبا را گفتن 2 رکعت نماز خوان ثوابی یک عمره میگرفتن. برای همین حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد که کسی که در خونهش طهارت گرفت، کسی که طهارت گرفت، من الحمدلله همون با طهارت اومدم، طهارت تو نبگو طهارت خونه طهارت نو گرفت، طهارت دارو طهارت گرفتنش هستی. کسی که در خونهش طهارت گرفت اومد مسجد قبا 2 رکعت نماز خواند، 2 رکعت نماز خواند، الله برای وی یک ثواب عمره کامل می نویسد. سبحان الله. بینید چقدر آسانه کتی. من چند سال بود شما عمره میکاگه پلتوب کسید، چند سال بود اوچرد نبود، چند سال بود امکانیت نبود. من الحمدلله اکن امکانیت شد الله چقدر اومدید. حالا شما ان شاء الله فردا شب عمره میکنید الله نصیب کند، حالا عمره نکده او در اومده 2 رکعت نماز خوانید یک تا عمره 1000 میشه. برای همین وقت ما زختر روز درای موجه محترم از تحت دل بولی جای نماز برآمدید همه چیز فراموش کنید. شما کده الله هید خلاص 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نکتون 2 رکعت نماز میخونم از تحت دل در را برآمده اونجا نشینید تیز برآمده بیم چاکی زیارتام کوه احد میرم، قبلتین میرم، زواد قرآن میرم، باغ خرما میرم. بسیار تو شما ان شاء الله ما اسپید کردن ما در کار فردا چه که ما مکه تیارگری میبینیم ان شاء الله درید 2 رکعت از تحت دل همچنان نماز خوانید که دلتون یک گواهی تید که ان شاء الله یک تا عمره 1000 شدید. الله تعالی هر یک ما غیرت ما ایمان ما زیاده کند، خوش رو عبادت کرده برآمدن هر یک ما نصیب دار گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.